از لوازم لا اله الا الله یکی موالات است، دوستی با مؤمنان، دوستی با الله و رسولش و با مؤمنان. چه علامت هایی داره که ما ببینیم که های ما تولا داریم، موالات داریم یا نداریم. اول علامتش است که هجرت به سرزمین مسلمان ها از سرزمین های کفری. این حال کسی که واقعا الله و رسولش دوست داره، این باز نمیتونه در دیار کافرها زندگی بکنه، مجبور است که از اونجا هجرت بکنه به دیار مؤمنین، در جایی که شریعت الله تطبیق میشه، حکم الله تطبیق میشه. و در جایی که شریعت الله و حکم الله تطبیق نمیشه، در اینجا باید زندگی نکنه. پس الله سبحانه تعالی میگه که ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن و هاجر و هجرت کردن و جاهد و جهاد کردن به اموالهم و انفسهم، با مال و نفس خود، با امرای اردوش، فی سبیل الله، در راه الله. و الذین آووا، و کسانی که بر از اینا مأوا دادن. چی هستن؟ بر از مؤمنین، بر از اینا، بر مجاهدین پناه دادن و نصر و نصرت کردن. اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینا بعضشان دوستای بعض دیگه است. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن ولم یهاجروا و هجرت نکردن. ما لکم من ولایتهم من شیء، پس شما در دوستی از اینا هیچ چیزی ندارین. یعنی اینا دوست مؤمنا گفتن نمیشن. چه وقت؟ حتی یهاجروا، تا وقتی که اینا به دیار مؤمنا هجرت کنن. و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر اونا باز نصرت از شما بخواستن، همراهشان نصرت بکنین، کمک بکنین دیگه. در غیر از او، ای باز بین شما و بین از اونا دوستی نیست. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر به قومی که بین شما و بین از اونا میثاق باشه، پیمان باشه. والله بما تعملون بصیر، و الله به آنچه که شما عمل میکنین چی است؟ بصیر و بینا هست. پس یکی از علامات موالات مؤمنین چی است؟ یکی از علامات مؤمنین سفر است به دیار مؤمنین، هجرت است به دیار مؤمنان از بلاد کفر و جاهایی که حکم طاغوت باشه، شریعت الله تطبیق نمیشه. دوم علامت از علامات موالات مؤمنان، دردمند شدن از درد مسلمان ها و خوش شدن از خوشی مسلمان ها. پس انسان مؤمن کسی است پیش خود مؤمن قرار داده میتونه که از درد مسلمان ها چی شود؟ دردمند شود و از خوشیشان خوش شود. اما برعکس از این کسایی هستن که مثلا میبینن که مسلمان ها بسیار سختی میبینن و هیچ تاثیر در قلبشان نمیکنه. عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه، نعمان بن بشیر رضی الله عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم است، متفق علیه است. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مثل المؤمنین، مثال مؤمنان، فی توادهم، در مودت و دوستیشان، و تراحمهم، و یکی بالای دیگه که رحم دارن، مهربانیشان، و تعاطفهم و عاطفیشان، مثل الجسد، مثل یک جسد است. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. میگه شما بدنتان سعی کنین وقتی که یک عضو بدنتان شکایت داشته باشه، دیگه تمام اعضای بدن به سحر، تا بس کلش سحر میکنه. یعنی اگر مثلا قلب درد میکنه تا صبح، چشمایت هم خو نمیکنه، دستت هم خو نمیکنه، پایت هم خو نمیکنه. یه چیم شب مرا خو نبود، کل بدن من مثلا تا صبح بیدار بود. پس تمام اعضای بدن چی باشه؟ سحر میکنه. سحر یعنی تا صبح بیدار میشه. و الحما، و همچنین کل بدن گرم می باشه. یعنی وقتی که انسان مریض بود، دستش هم تاو داره، پایش هم تاو داره، سر سینه‌ش و سر پیشانیش دستبانی کلش هم تو آتش وارد بدنش است. در حقیقت یک عضو بدن مریض است، لکن دیگه تمام اعضای بدن برازی چی میکنن؟ در حالت امراضی هستن.
این حال مسلمان واقعی نمی هست که هر جای مسلمان ها را در درد میبینه باید دردمند شود. مثلا میبینیم روس ها رفتن مثلا 300-400 نفر زنها و طفلا و مردم های بیگناه در سوریه بمباردمان میکنن و باز همین نفر اینجا سعی کنی که از اون طرف خبر سهل میکنه که اونقا مسلمان ها بمبارد شدن و این دیگه صاحب در خانهش ساز است و موسیقی چالان است. فقط من حیث یک خبر سهل کردن 300 نفر کشته شد، هیچ در قلب از هیچ تاثیر نمیکنه. این آثار بی‌ایمانی هست. این باید تجدید ایمان کن. یک ایمان میداشت باز همین حالت تحمل نمیتونست. چرا؟ مسلمان مؤمن واقعی همی است مثل که او جسدش باشه. دشمنان اسلام کسایی که بیدین هستن و قوم پرست شدن و وطن پرست شدن. وطن پرستی در اسلام نیست. حب الوطن من الایمان دروغ است. هیچ حدیث نیست. قول ساختگی است. این دشمنان اسلام ساخته. حالا مثلا اگر در فلسطین یک کسی به شهادت برسه، فلسطین به ما چی؟ وطن ما نیست. تو فلسطین وطنت نیست؟ در حالی که وطن مسلمانان مکه وطن ما و شماست، مدینه وطن ما و شماست. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم همی بود. نقشه انگلیس نقشه پیغمبر خراب کرد.